صبح 5 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با رئیسان ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد زرینه ایدی‌زاده و قدردین فقیرزاده صحبت تلفنی انجام دادند. ضمن صحبت گزارش رئیسان هر دو ناحیه پیش از همه دایر بر رفت برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت‌های طبیعی، برقرارسازی خانه و انشاءات ضرر دیده و ساختمان منزل‌های نوی زیست برای عائله‌هایی که خانه‌هایشان کاملاً ویران شده است شنیده شد. ذکر گردید که کارها طبق سپارش‌های پیشوای ملت در همه سمت‌ها از جمله برطرف‌سازی عاقبت‌های زمین جنبی شدید 13 اپریل رخ داده، برقرارسازی خانه‌های مردم و بنای و انشاءات دیگری ضرر دیده و هم ساختمان خانه و مؤسسه‌های نو متشکلانه ادامه دارد. رئیسان هر دو ناحیه با عرض سپاس به سرور دولت اطلاع دادند که در پی رسیدن کمک‌های سریع از قبیل خوراکواری، داروواری و دیگر لوازمات طبی، خیمه‌های زیست، مواد ساختمانی و تکنیک و تجهیزات ضروری و با جلب قوای کافی کاری از حساب نژاددهندگان و خدمتچیان حربی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجزنی و دیگر ساختارهای نظامی برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت‌های طبیعی خوب ادامه دارد. سرور دولت محترم امومالی رحمان تاکید داشتند که کارها با صفت خوب و سرعت بلند به راه مانده شوند و کوشش به خرج باید داد که هر چه زودتر شرایط زیستی مردم ضرر دیده مهیا گردد. سرور دولت محترم امومالی رحمان همچنین به جریان کارهای کشاورزی از جمله کشت و کار بهاری توجه ظاهر نموده، دایر به متشکلانه، سریع وقت و با صفت به راه ماندن کارها و استفاده با ثمر از هر وجب زمینی کارم دستور و توصیه ها دادند. تاکید گردید که با کشت کارتوشکا که نان دوم نامیده می شود توجه جدی ظاهر نمایند تا که از آن حاصل فراوان رویانیده شود. پیشوای ملت محترم امومالی رحمان دایر به این مسائل همچنین با راهبران چند از وزارت و اداره های دخلدار صحبت تلفنی انجام داده به آنها نیز برای سرعت بخشیدن به کارهای ضروری سپارش های مشخص دادند.